10 تن اعضای خانواده در صیاد سرپل در بمباردمان نیروهای اداره اجر کابل شهید و زخمی شدند. به ادامه جنایت‌های اداره کابل عصر روز گذشته تیارهای عساکر دشمن یا خانه مسکونی افراد ملکی را در منطقه الملک از مربوطات ولسوالی صیاد ولایت سرپل وحشیانه و با قساوت قلب به خاک تبدیل نمود. بر اساس خبر در این رویداد در ضمن تخریب کامل خانه 7 تن از اعضای خانواده به شمول زنان و مردان و اطفال این خانواده به شهادت رسیده و 3 تن دیگر هم به شدت مجروح شدند. این جنایت اداره کابل در حال رخ میدهد که در ساحه جنایی و تحرکات نظامی وجود نداشته است. جمله 7 است. 4 سیاستر است. 4 سیاستر 2 طفل و یک جمله سوفیسی. جمله 7. اما یک دوستشون سالم یک دوستشون مثلا جایشون بتون بگیره بیای. این سیاستر یه کامپیر است. بله. هم سیاستر است. هم سیاستر است. ये जुमा ये तिफलास क्या है ये जुमा सोफी बामरो इन 2 तिफलुश है